یه کلن تکون بدی که چیز نمیشه. آدم اولش نمیدونه کجا بگه. میشنوی؟ به نظرم لنزت کجه بده این بر بلندتر از این. آقا ببین درباره یه دونه خود شخصیت پویا. آقا پویا 3 کلمه. در حد 3 کلمه؟ پویا خواهد فکر کنم. درباره پویا دیگه نیست. مگه داری میگیری الان؟ داره میگیره. در مورد کی باید صحبت کنیم؟ پویا خادمیان. میخندی شما آدم جدی صحبت میکنم. تولد آقا پویا هست نه؟ وقتی که به دنیا اومدیم با هم بودیم. یهویی شد. یه روز نحس. تولد 41 سالگیشه نه؟ یه راهنمایی میشه بکنی؟ قدیما بگم اون قدیم کوچولو بوده. یه کودکی به دنیا اومد که ما رو بدبخت کرد، بیچاره کرد. یه ذره فکر کنم ببینم چی میخوام بگم. باید از خودش کمک میگرفتی. تنها کاری که میشه کرد. اگه نه اون موقع بیشتر با ما بود. در مورد آقا پویا خیلی چیزا میشه گفت. میگم این 3 کلمه بیشتر نمیشه. مبتکرلاش ایده پر. خب بگیر من بگیر. اجتماعی، فرهنگی، علمی، بین‌المللی. تبدیل آرزوها به عینیت‌ها. تو این 1-2 سال آخر خیلی پیشرفت کرده. یه سری چیزایی که قبلا واسم دست نیافتنی بود دست یافتنیه. اینو کاملا جدی دارم میگم. همه چی مسلطه دیگه. خیلی زن خوبی هم داره. هم خودش راضیه هم ما راضی. ببین اینکه یه کارهای جدید آدم میکنه میشه چی؟ عجول. همه چیز متفاوته، از طرز تفکرش، از نحوه کار کردن. پویا رو ول کنی 24 ساعته فقط فکر میکنه. وقتی که صحبت میکنه خیلی خوشحال میشیم از صحبتاش. در مورد تولدش نگم، در مورد شخصیتش بگم. کوچیک بود 2 تا چاقو دست گرفته بود میگه قطر داره قطر داره قطر داره. اون پویای قدیم دیگه نیست. مغرور. بی خیال عدد 13 شو. نیست، دلم خیلی براش تنگ میشه. بابا یه دونه دونه بپرس. یاد بگیم خدای ایده. با انرژی هم بیش از اندازه. از اول کوچیکی علاقه به صنعت داشت. یه چیزی میگم نذار. مهندس پویا حرف نداره. همه خوب گفتن، من باید بگم شلخته. پس 3 بازم بگم. یه الان که خیلی خوبه و احترامی همه رو داره. هیچ کدوم اینا تعریف نبوده، یه وقت بعد فکر نکنی. شخصیت. به به. آدم بعضی موقع دچار یه غرور کاذبی میشه. پویا انقدر کارهای بزرگ کرده. کلا بچه خوش‌زاد و مهربونیه. کلا با شخصیت هم دیگه. الان که مرد خوبی اون موقع کوچیک بود پسر خوبی بود. دیگه همینو. تعریف بود، تابلو بود ها. چندین سال از ما جلوتر از لحاظ فکری و علمی و فرهنگی اجتماعی. کسی آقا پویا رو واقعا درک نمیکنه. فقط باید چشما رو بشوری و جور دیگه نگاه کنی دیگه. یخ اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. پویا حرفه‌ای و جهانی. تلازادی گداییه، مگه تلازادی کاره؟ آره خوش خنده دارم ولی نمیتونم بگم. اینا همه رویه مثبتیه که آقا پویا داره. تعریف نیست، من اصلا اهل تعریف نیست. یه مدیری که هر روز با یه ایده های جدیده و خیلی با انرژی و مهربون و صبور. باید افتخار کنن به کارمندش. خودش باید اسمش رو فقط بگی دیگه، پویا. بیشتر جدیت و کار و اینجور چیزا دیگه. خاطر من باید باشون داشته باشم. من کار دارم. همین جمعی که هستیم. خیلی دوست داشتم فردا تو تولدت باشم. ثبات پیدا کن. ولی واقعا من دوست داشتم یه کلمه دیگه میگفتم غیر این 3-4 تا، ولی پیدا نکردم. پویا جان تولدتم به تبریک میگم. تولدش مبارک. راستی آقا پویا تولدت مبارک. پویا تولدت مبارک. تولدتون مبارک. روزش مبارک. شبش هم مبارک.
تولدتون مبارک باشه. تولد مبارک باشه. آقا پویا تولدت مبارک. مبارک باشه. تولد تو به خودت به خانم محترم تبریک میگم. نه اندازه جنتی ایشالله عمر کنید. تولدت مبارک، حالتون خوب باشه. در طی این عمر پربرکتتون و برکات عمرتون شامل حال ما بشه ایشالله. پس دیگه همین یه صبح کالش یادم دید. کات کن آقا. جاستیس